استاد بازار صابر در کوی سخن در دوران معاصر رهکشای نوین است. شما ببینید همین شعر زبان مادری پرچم وطن دوستا شد، پرچم ملی ما گردید، چونکه همه چیز نو بود. در باره زبان شعرها زیاد بودن، اما استاد بازار باز هم با تازه بیانی و تصویرهای بسیار نوی شاعرانه، بازیافت‌های شاعرانه که در زمینه بسیار مستحکم دانش گفته شده بودن ظهور کرد. از سری 100 منبر افتادند ناظرهای او تا نفتند از زبان خویشتن. در سری 100 دار جان دادند شاعرهای او تا نفتند بر زمین قدر سخن. شاعران را مسپارد نبوسیدم بخواب، شاعران را مسپارد نبوسیدم بخواب. امروز عید است، عیدی شعر نو، شعری امساز انسان و طبیعت، فرد و جامعه، وطندار و وطن. زادروز است، زادروزی خجسته شاعر بزرگ ملی ما. تا سال 1989 182 شعر استاد بازار صابر نوشته. سال 2003 شما می‌بینید مجموعه از گل خرد تا سیم خرد. در این مجموعه ببینید این دو مجموعه اول رو، یعنی پیوند و آتش برگ رو عموما به حساب نگرفته است، اونا رو شعر حساب نکرده است و از همین گل خرد تا سیم خرد همگی 60% اون شعرها رو جمع کرده است و با همونها رو تحریر کرده. حتی مثلا شعری بود با نام فیردوسی و خودش شعری که اونو از یاد بگذاریم. خورشید رفت و از پس خورشید بسته شد بیخی ستاره کوبی دری شرم کوشی شب کوره نگاهی من از لانه‌اش پرید وقتی نوا ساعتی گوجه و گوش سر. این از همین 86 مصرع شعر همگی 2 مصرع باقی گذاشته است. تمام دیگه همه چی خط زده. یگان شاعر با بازار پیروی کردن نتونه. برای چی پیروان بازار کنند؟ چون زبان خود یافتن، همه طریقه یافتن، همه خیلی نام گفتن، همه خیلی شاعرانه گفتن، خبری برکس نیست. اما استاد بازار صابر شاعر موردشناس و موقع‌پذیر بود. از همه دستاوردهای وطن محبوبمان تاجیکستان عزیز بسیار روح بلند شد و شعرش روحی بسیار توانای احساس ملی و احساس وطنداری است. شعر تغییر سینا، شعر زبان مادری، شعر برای استاد عینی، برای بابا جان غفور، شعرهایی بودند که حفظ و منفعت‌های ملی را به میان می‌گذاشتند و حفظ می‌کردند منفعت‌های ملی را. احساس بلند خودشناسی داشتند و در زبان مردم، در زبان ملت همچون شعار صدا می‌دادند.